در یکی از قسمت‌های کارتون سیمپسون ها صحنه پخش شد که آن زمان هیچ کس به آن دقت نکرد. در پس زمینه فرودگاه روی تابلوی نام کشور نوشته شده بود، کشور به نام تورانزا. بله، همون سیمپسون ها که همیشه ما را میخنداند، اما بارها چیزهایی را نشان دادند که بعدها در دنیای واقعی ما اتفاق افتاده است. از رئیس جمهور شدن ترامپ تا ویروس کرونا که دنیا را قفل کرد، از تماس تصویری و موبایل های هوشمند تا ماموریت انسان ها به مریخ، هر بار سالها قبل از واقعیت. اما این یکی فرق داشت. در آن صحنه هواپیمایی دیده می شود که از کشور ناشناخته وارد می شود و روی تابلو نوشته شده Arrivals from Toronto. در آن زمان کسی جدی نگرفت، فکر کردن فقط یکی از شوخی های دیگری از سیمپسون ها است. اما سالها بعد در سال 2024 در فرودگاه امریکا زن پیدا شد که با پاسپورت در دست داشت، پاسپورت به نام کشور تورانزا. اما چنین کشور روی هیچ نقشه وجود نداشت. پاسپورتش واقعی بود، مهر داشت، عکس و امضا داشت، اما نام کشورش ناشناخته بود. ماموران او را برای بررسی بیشتر به اتاق بردند، اما چند دقیقه بعد او یکباره ناپدید شد. نه صدای، نه رد پای، نه باز شدن در. درست مثل همان صحنه‌ای که در کارتون سیمپسون ها دیده بودیم. آیا این فقط یک تصادف است یا سیمپسون ها چیزی را می‌دانند که ما هنوز نمی‌دانیم؟ شاید تورانزا واقعا وجود دارد، اما نه در دنیای ما، در دنیای دیگره.